رایگان شد. خفن ترین قابلیت هوش مصنوعی، یعنی تبدیل عکس به فیلم، کاملا رایگان شد. اینجا نگاه، این عکس قدیمی سیاه‌سفیده. حتی صدا هم براش میذاره. تازه اندروید و iOS هم نداره، رو همه گوشی‌ها نصب میشه. این عکس پروفایلمه، نگاه هوش مصنوعی چیکار کرده. 10,000 تومان دستم، چرا خوشحالم. آخه مثلا اینقدر خوشحالم، من پول زیاد دوست دارم، اینجوریه 10,000 تومان. نکته جالب‌ترش اینه که میتونی ویدیوهات رو سفارشی بسازی، یعنی به زبون فارسی به هوش مصنوعی بگی که کاراکترهای توی عکس چیکار کنن. مثلا من گفتم اینجا خانم آقا بشینن، یا حالا مثلا اینجا گفتم پولا رو میخوام بزنم روی سرم. خوشحال اینجوری میذاری رو سرم. چی شد دلت خواست؟ پس بده آموزش بدم. اول از همه برنامه گراک که هوش مصنوعی ایلان ماسک رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود میکنی، واردش میشی، این بالا ناکن نوشته رایگان. این برای تبدیل عکس به فیلمه. روش ضربه میزنی، خودش چند تا نمونه بهت میده. این پایین عکس با یه مثبت، روش که بزنی وارد گالری میشه. عکسی که میخوای و مثلا انتخاب میکنی، اینجا ساختن ویدیو رو میزنی، اینجا عکستو میسازه. حالا اگه میخوای به صورت سفارشی باشه، روی ساخت مجدد ضربه میزنی، اینجا یه حالت سفارشی داره، روش که بزنی اینجا به زبون فارسی هر چی که میخوای و میتونی بنویسی و ارسال کنی و تصویرتو میسازه. من رضا ابراهیمی ام، اینجا هم دنیای فان و ترفنده.